گوزید به اشعار یارو. سلام عشقای خودم، خیلی خوش اومدین به یک ویدیو جدید. ببخشید که چند وقت نبودم. آقا ایران دوست، خیلی دلم برای شما تنگ شده، عاشقتونم. بریم بدون معطلی که ویدیو رو ببینیم چه ویدیوهایی براتون آوردم. کیف کنین، سابو بزنی، خوشت اومد، عاشقتم. اوی عاجز تو نمانم گوزید به اشعار یارو. اصلا کل سیستمشو زد به هم. چقدر فوش بخوره. بریم بعدی رو ببینیم. میگن که تو صدا سیما نباید هر حرفی رو بزنین، ولی خب دیگه چک کنیم که بریم ویدیو بعدی. الان روی آنتن زنده تلویزیون استانی هستین، لطفاً چیزی نگید، فقط حواستون. ها اینا نباید میخوندم. آنتن زنده تلویزیونی سلام، من حواسم هست، چیزی نگید. یه دونه رقص جدید براتون آوردم، یاد بگیرین و با این چیزایی که براتون میارم خیلی جذابه. برید اینو یاد بگیرین، لذت ببرین، بعدم برین تو عروسی اینجوری برقصین و کیف کنین. بریم که ببینیم. خمپاره انداز باشه. با اون سن و سالت بگو خجالت نمیکشی؟ آخه کونم نداشت که بگی مثلا یه کون بزرگی داشت مثلا کیف کنی لذت ببری. استخون بودمش. براسلی رو که همتون میشناسین و دیدین. یه براسلی براتون آوردم، ولی خب بعد احتیاط. بریم که ببینیم. در خدمت آقا قاسم هستیم. 3 نفر رو زده به درک، واصل کرده 3 تا اشکون پایین تتو زده. پشمام سلطان توهمای نامنظم. بروسلی کمپ ما هم هستن. یک فن برو جون قاسم. فراری از آلکاتراس بود بنده خدا. ویدیوهای بعدی اینجوریه که یک رپری رو براتون آوردم. سم یعنی امیر تتلو کیه؟ پیشرو کجاست؟ ول کن اینا رو. یعنی رپ میخونه و عشق میکنی. بریم که ببینیمش، لذت ببریم. آقا رضا پیشرو رو دیدی؟ یه سلامی برسون، همچنین به هیچ کس. اگه گی بگی وارد گی بوی، زیادی بخری دوباره خی بوی، اتی ترزم مثل گی پخش بوی، تا که زندگی وارد این بخش نبی. اون منو بد زد، گی منو دست زد، اون دیگه رد داد، یک گوزه بد داد، اون دیگه رفتش، گی زد به بختش. منم که موندم چه سگی رو خود، چه سگی بخره دوباره گوز بدا. صدا زیاد بیه ندو میکی بدا، نارتی پیش به ما خل صدا دا، سر لون دا ولی بد بو بدا، آخرش لونه دا مثل خی گوز بدا، آخرش لونه دا مثل خی گوز بدا، مثل خی گوز داد یعنی مثل خوک گوزیدی. من یه سگ کوچولو هم دارم، نمیتونه ساکت باشه از این بابا. ما جوانایی داریم خیلی خوشتیپ ازدواج میکنن، زن اصلا محلشون نمیده. کاش همین زنه مثل این بنده خدا بودن. یه جوری قربون صدقه یارو میره که اصلا دلت میخواد. بریم که ببینیم. خدا بیا تو از من بگیر. از تو چیز بگیر، از اینام بگیر. سعید من، سخشین من، خدای من، صحبت کن دیگه. خدای من جانم دورت بگردم. خوشگلی من تو رو. کفتر من تو کجا بودی؟ گول پسر من، پسر کاکلو، هلوی من دیگه، هلو برو تو گلو. آلوی من، تو خدایی، دم خدایی منی، تو صفایی، تو بربلنگی. پاچه خاری میکردن ها. کفتر بازی چند تا راه و رسم داره، 2-3 مدل داره. نباید به خاطر کفتر بازی خودمون خراب کنیم یا هر ویدیویی رو پست کنیم. بریم که ببینیم. سلامتی نایه چارش خشنگی هن 4 نفر بریزن رو مشتلی، 4 تاش حریفه. برات 10 شهر عوضی کشتم که برام حکم اعدام داشت. به خاطرت قتل میکنم میرم عادل آباد. سی فقط زنگ بزن بگو چه خبر. گشت مردان بیه
صفای هرچ مشتیه نه هرچ وحشیه گشت مردان بیه صفای هرچ لوتیه میگه میخوام دنیا نباشه اگه توی دنیا یه حسین توی دنیا نباشه صفای هرچ بچه شیراز گشت مردان بیاد فاز کوسه گرفته بودن کوسه ها. بریم بعدی رو ببینیم. اینم بی رفت با ویدیوی قبل نیست. سایه یک داشتیم مشروب بخوردیم یهو نمیدونم چی شد که اینجا موتور نو بوده. موتور رو آوردیم طبقه 4. یه دومی سوخت دادیم آقا، یه دومی سوخت دادیم. یه دومی سوخت دادیم. چرا آخه؟ یزیدتونو بابا چجوری خونو آوردین؟ بریم بعدی رو ببینیم. شما فقط کافیه دوستان آزادگان به سمت شرق برید، یعنی چیزای عجیب زیاد میبینید. الان به من بگو ما پرنده ایم؟ پدر شرطی ننه کستونگی چجوری باید بریم بالا؟ پرواز کنیم؟ من امروز آرومم. من نمیخوام آرامش خودم رو امروز از بین ببرم. بریم جلو. خب اومدیم این پله. این یا ننه عظیم الکس. الان عظیم چجوری ما باید بریم اونور؟ باید بریم بالا، بپریم پایین، بریم اونور، بریم بالا. آخه چرا اینقدر همه چیز مقعد متحرک و عجیبه؟ چرا آخه اینجوریه همه چیز؟ چرا اینقدر باید ما بریم از رو خط بریم قشنگ بود ولی خب اعصابش خراب بود. ببین دنبال سوژه میگشت. بریم بعدی رو ببینیم. با من تکرار کنید. همکنون به شیوهی عالی و معجزه آسا و با سرعتی شتابان موزون و هماهنگ سلامتی، ثروت، برکت، عشق و شادی جهان هستی بر من نازل شد. خدا با این سر شوخی داشته، باز یه چیزایی هم میگه بر من نازل شد، بر تو فرو شده به قرآن. ریشاتو بزنن دقیقا آبرو هرچی ریشه بردی. بریم بعدی. اونگه من نباشه کنسله. الکتریک به پایین کنسله، ایرانسل باشه کنسله، ماشین چینی کنسل. خیلی عذرخواهی میکنم از چشای زیباتون که این ویدیو رو دیدید و وقتتون رو هدر دادید. اگه خوشتون اومد اون سابو بزنید. خیلی دوستتون دارم. پرقدرت برگشتم که بتر کنم. دوستتون دارم.